این مکان را بام جهان می نامند. در کوههای خوفناک و اسرارآمیز تاجیکستان نه هر کوهنورد ماهر توانگر است، اما این جانور در بلندترین نقطه‌های کس ناگذر چراگاه انتخاب نموده است. رفتارش اراده‌اش را معین می نماید. دشمن در کوههای تاجیکستان برایش کم نیست، اما در بسیار حالتها جسارت نشان می دهد. این داستانی مارخور است، پیچیده و معماساز. تاجیکستان سرزمینی است که 93% آن را کوه‌ها احاطه کرده است. مردم مهمان‌نواز این کشور را دیگر قوم‌ها همچون ملت تاجدار، آزاده و بنیادکار پذیرفتند. در کوه‌های سر و افلاک این کشور جانورهای نادر زیاد به چشم می‌رسند. در تاجیکستان عزیزمون نمودهای زیادی حیوانات نادری که به روی خط اتحاد بین المللی حفظ طبیعت شامل شدند سکونت میکنند. مارخور که کوههای آسیا را برای زندگی اختیار کرده است، در اقلیم تاجیکستان خوب تشکل می‌یابد. در تاجیکستان یکچند گونه این نمود بزها شناخته شده است. مارخور جوسه کلان داشته، درازی بدنی نرینه‌اش 155-170 سانتی متر می باشد. وزن این جانور 80 تا 109 کیلوگرم است، اما در کوه‌های ناهموار تاجیکستان تا 120 و حتی از این هم زیادتر را به قید گرفتند که آب و تاب دادن این جوسه بزرگ در کوه‌ها کاری سهل نیست. حجم نرینه آن تا به اندازه 100-120 کیلو رسیدن ممکن است. حتی حالتهای در طبیعت یابایی در قسمت جنوبی ممنوعه طبیعی دولتی دشجوم جسد بزرگوی مارخور سبب پیری فوتیده است تا به 140 کیلوگرم نیز مشاهده گردیده است. بزهای نرینه مارخور خصوصیت عجیب دارند. آنها قوا آزمایی را می‌پسندند. در اکثر حالتها بر اثر قوا آزمایی زخمی می‌گردند که باعث از دست دادن شاخه‌هایشان می‌گردد. در ماه‌های نوامبر دکامبر با فرا رسیدن موسم جفت‌شوی بز مارخور میان فردهای نرینه این نمودی حیوان نادر مبارزه برای دریافت فردهای مادینه گویم برگزار می‌گردد که در آن هم مبارزه این فردها می‌تواند از یک چند ساعت تا روزها نیز ادامه یابد.
مادینه ها باشند، نسبتاً آرام طبیعتند. بزهای مادینه مارخور از نرینه خردتر می نمایند. بلندی قامت ماده بز 140-150 سانتی متر می باشد. وزن بدنش باشد 32 تا 41 کیلوگرم تشکل می یابد. پایهای دراز پرقوت برای این جانور کمک می رساند که خرسندهای عظیم کوهسار را فتح نماید. شاخهای پیچیده 3 تا 5 کیلوگرم وزن را دارد. از این لحاظ او را پرمشاخ نیز می نامند. شاخه‌هایشان برای رقابت و خراشیدن بدنشان کمک می‌رساند. اینچنین سن و سالشان را از روی همین شاخه‌ها معین کردن ممکن است. دور حمل این جانور از 5 تا 6 ماه است. از 1 تا 2 و گاه تا 3 بزغال بچه هم به دنیا می آورد. از افتیحال دوره جوشوی نزدیک است. زیرا مبارزان هیکل صورت برای قوه آزمایی گرد آمدند. این قوه آزمایی ها تنها برای ملکه هاست. عادتاً در ماه‌های نوامبر دکامبر موسم جفت‌شوی آنها بوده. طول 5 ماه موسم حامله‌داری آن دوام می‌کند. از میان مبارزان قوی ترین آشان با ملکه ها جفت خواهد شد. در هر 6 ماه این قوه آزمایی ها را دیدن ممکن است. ماه‌های اپریل و ایون مادر حامله نسل نوبتی اش را به دنیا می آورد. از بس که در این موسم غذا در کوههای تاجیکستان فراوان است، بزغال بچه ها زود تشکل می یابند. مارخور جانور خاص کوهستان است. در بلندی 2000 تا 2800 متر از سطح بحر برایش چراگاه انتخاب نموده است. خوراکش گیاهان رویده کوهستان و برگ‌های بعضی درختان می باشد. مارخور در اکوسیستم بلانکو بسیارتر آن را بدوباش میکنند. جای زیست آن را در همون منطقه بلانکو است. چهار منطقه تاجیکستان از شمال، جنوب، شرق و غرب با خود اقلیم خاص دارند که با خود هم حیوان‌های گوناگون در هر منطقه سکونت میکنند. مثلا در منطقه‌های دروز، شوراباد تا قطارکوه‌های سرسرک بوزی کوهی پرمخشا در آنجا سکونت میکند. فصل گرما است.
مارخور را می باید بلندی های کوهستان را انتخاب نماید. هر قدر بلندتر همان قدر غذای بیشتر. اما بلندی ها برایش بی‌خوف نیست، زیرا به چشم دشمنان پرواز کننده نمایان تر می شود. این جانور را در جنوب و غرب کوههای درواز و حضرت شاه دیدن ممکن است. مارخور وابسته به فصل سال رنگ بدنش تغییر می‌یابد. زمستان پشم دراز سفید نمای مهین و تابستان باشد نسبتاً تنک خاکستر رنگ می‌شود. گاه مارخور را که از جهت همرنگ با طبیعت است در سنگ‌های کوه چشم‌نارس می‌گردد. اما از چشم دشمنان غدارشان ایمن نیستند. در اکثر حالتها بزغال بچه های مارخور طعمه صیادان می گردند. این عقاب آسیایی است که در بلندترین نقطه های کوه برایش آشیانه بنیاد کرده است. فرزندهایش حریص و گرسنه اند. سیر نمودن این چوجه بچه ها مسئولیت عقابان عظیم جوسه است. انا این بزغاله از مادر دور مانده است. غذای فراوان ترس دشمن را از او ربوده است. بزغال بچه با وجود خرد بودنش زیرک نیز هست. او برای ربط نمودن خطر اطراف درختان را اختیار نموده است. قنات‌های عقاب از جهت دراز بودنش به شاخه‌های درختان گرد و اطراف کوه برمیخورد که مانع را برای شکار عقاب ایجاد می‌نماید. از این لحاظ شکار بی‌قرار است. بار دیگر باید تلاش نمود، اما در جای دیگر. این زاده کوهستان است و برای خود را نجات دادن از دشمن مهارت کوهنوردی آموخته است. تا جان در مغز دارد مبارزه برای حیات میبرد. مادر نیز پشتیبان فرزند است. عقاب باید این نوبت به خیال از این شکار شود. حساب را از دیگر جا برابر باید نمود. هجوم درندگان برای مارخور خطر افزاست. از بس که در کوههای تاجیکستان ببرها زندگانی می نمایند، جان بوسهای پرمشاق در خطر است. آزاد پلنگ درنده است که تا دوران بلوغ با مادر می ماند. اصلا این جانور شکاری تنها را می پسندد. اکنون به چشمش ناخواست مارخور می افتد و از پهلوی مادر به شکار می جهد.
کم حالت‌هایی می‌شود که ببرها به شکار بزهای جوان موفق می‌شوند، زیرا در چالاکی این جانور بی همتا است. آزاده پلنگ بیشتر به بزهای پیر و ضعیف حمله‌ور می‌گردد. نرینه جوانی مارخور با قوت‌ترین دشمن مبارزه می‌برد که از اراده آهنین این جانور درک می‌دهد. سیاحان از گوشه و کنار عالم برای شکار بز مارخور بیشتر کوههای تاجیکستان را می‌پسندند. در تاجیکستان برای شکار این جانور اجازتنامه لازم می‌گردد. شکارچیان تنها آن مارخورهایی را شکار کرده می‌توانند که پیرند و قابلیت نسل گذاری را از دست داده‌اند. درآمد از این سمت به بودجه دولت می آید و در راه‌های هدفناک استفاده می شود. برای حفاظت مارخور در تاجیکستان پرورشگاه دشت جوم بنیاد شده است. شکار غیرقانونی بز مارخور در جمهوری تاجیکستان منع می باشد.